چطور شد که شما افغانستان انتخاب کنین به خاطری که بیارین محصولات چینایی را به اینجا به نمایش بگذارین؟ نظر من افغانستان مردم به جنس کیفیت های شناخت وقت نیاز هست. ټول نړۍ کې د چیناټاون شته خو په افغانستان کې آقایو جوړ کړی دی. چطور ارزیابی میکنین کشور افغانستان، مردم افغانستان؟ کشور چین 22 سال پیش از قوبه تهران آمده، ایران آمده اینجا سرمایه. انشالله رای واخان جور شود، باز یک تجارت زمینی بر مردم افغانستان و به مردم دوست چین از $500 گرفته تا $1000. و الان که یو بایسکل په $40,000 باندې هم خرڅیږي. در یک چارچ خود که 4 ساعت چارچ شوه 70 الی 100 کیلومتر جای منزل میکنه. آش مگی یا فاما می ورته وایي، هغه به د پاکستان دال به زمونږ تاسو یا به خوروا یا به پلوي. به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امیدوار هستم که هر جای دنیا هستین خوب و صحت و سلامت باشین. شما را خوش آمدید میگم به چینل یوتیوب خودتان سانرایز افغانستان با یک گزارش جدید. به ما زینب معصومی. دوستای عزیز، امروز آمدیم در شهر نو کلاک تاور. اینجا یک فروشگاه جدید است که توسط چینایی ها چند مدت میشه که به فعالیت آغاز کردن و ما هم خواستیم که از اینجا گزارش داشته باشیم، دیدن کنیم این که چه چیزهایی در اینجا موجود است و نگفته نمانه که خودشان هم اینجا حضور دارن و همراه خودشان هم صحبت ها می داشته باشیم. تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم.
عزیز، ما آمدیم وارد مغازه شدیم و اینجا مسئول شرکت هم با خود داریم که آقایو. سلام علیکم به شما. سلام علیکم، خوش آمدید. شما خوب است؟ خوش آمدید. خوش باشین، تشکر، زنده باشین. میشه به بینندگان ما خود یک معرفی داشته باشین؟ صحیح. من میساجی چینیز چین کلیوال چین 22 سال پیش از دوبه تهران آمدم. ایران آمدم اینجا سالمایه. نفت زیاد مردم به من پرسیدن خودت چی آمد افغانستان؟ یعنی اون شاید به چین شناخته نیست. چین نفوذ زیاد به کل دنیا سالمایه. افغانستان به چین یعنی همسایه خیلی نزدیک، به اینجا سالمایه آسان تداخل. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که در افغانستان آمدین و فعالیتتان در اینجا آغاز کردین؟ 22 سال پیش اول آمد اینجا تا به اینجا 22 سال به اینجا زندگی به اینجا کار میکنی. مثل شما دیدم الان یعنی تنها یعنی تجارت دیگه یعنی 3-4 جای هست. دفتر، انبار، پیروزی، مثل دیسابزی پیروزی یه دونه زمین دولت به من دادی. الان کلیش کوشش به دیگه چینی کمپانی یه جای ماتوالا یعنی میها یه دونه پالک صنعتی جلوش. پالک صنعتی شما شناخته یعنی آسان نیست. درسته این به فابریکا لابری هست، به ماشین لابری هست، به سالمایه لابری هست، به اینترنت لابری هست. الان یعنی کوشش هست تحقیق. آقایو خوب فارسی صحبت میکنه اما چون لهجه فرق میکنه امکان داره که بعضا نفهمه. میشه آقای صدیقی شما یک بگوین که اینا چی گفتن یک ترجمه داشته باشین؟ ما حفیظ الله صدیقی هستم، نماینده آقایو یا نماینده چینرتاون. آقایو فارسی رو در ایران یاد گرفته، لهجه ایرانی رو یاد داره و صحبتایش تقریبا افغانستان 22 سال میشه که زندگی میکنه. چینرتاون را جور کرده 5 سال پیش. چینرتاون گذشته در چالای سرسبزی موقعیت داشت، حالا در شارنو پالی امتین در به نام کلاک تاور اینجا موقعیت داره. اگر دوستای ما علاقه‌مند باشه میتونن بیاین از طریق برنامه شما بیاین ببینن جنسای با کیفیت چینایی رو، چون افغان‌ها همیشه جنسای به کیفیت چینایی رو استفاده کردن به خاطر بودجه کم افغان‌ها. آقایو میگه که اگر چیناتاون در تمام کشور است یورا آقایو چیناتاون در افغانستان جور کردن و جنسای با کیفیت چینایی رو میخواد به مردم افغانستان هم نشان بده. کیفیت مهمتر است. کیفیت مهمتر. آقایو بله. چطور شد که شما افغانستان انتخاب کنین به خاطر که بیارین محصولات چینایی رو به اینجا به نمایش بگذارین؟ یعنی افغانستان به چین لا نزدیکی. گذشته تجارت هست مثل 1500 سال پیش تاله. یعنی چین به افغانستان همه بیزنس شلوغ تجارت داشته. 1500 سال پیش. آفرین. هتل یعنی چی؟ یعنی چرا یعنی مثل کارشو هتل مثل شما دیدم هتل یعنی جنگی یعنی چین تقریبا 50 سال نه آمده یعنی افغانستان سالمایه. افغانستان 44 43 42 سال یعنی مثل جنگی 22 سال پیش من به ایران یعنی سالمایه میخوام به اینجا ببینی. اون وقت یعنی تازه یعنی جنگ یعنی خلاص تازه جنگ بزرگ جنگ خلاص خلود هست. من به دیگه چینی گرفته به اینجا کمپانی جلوش از 22 سال پیش یعنی از اینجا شلوگی تا الان نکردشون. من نه یعنی لفته هتل اینه. مگه شما دیدین که از گذشته دوستی افغان چین بوده و تجارت 15 ساله بوده به خاطر که 50-60 سال میشه که در افغانستان جنگ بوده. چینای‌ها دوباره متاسفانه چینای‌ها دوباره نامدن به افغانستان به خاطر تجارت بسنسی های خود و وقت از طریق راه ابریشم
که انشالله رای واخان جور شود، باز یک تجارت زمینی بر مردم افغانستان و بر مردم دوست چین یک جای میشه و یک مایه افتخار است بر کل ما شما اگر رای واخان جور شود و این خط ریل یا خط آهنین جور میشه. این بر ما شما به صدها مراتب خوب است. یک جنسی که ما شما اگه در صدر ما میخریم شاید سرک واخان زمینی جور شود، چون محصولات گمرکی گم میشه از پاکستان، از کراچیش و از دورخم چندین گمرکات نمیشه، گمرک نمیشه، یک گمرک میشه و هم کمتر مصرف سرش میاد. وقت به بحر و کانتینر ورداشتن در کشتی پس در زمین ماندن گپا مصارف کلی سر جنس می آمد. حالا اگر یک دفعه بارگیری شود در خود چین دوباره مستقیم در افغانستان پایین شود، مصرفش بسیار کم میشه و جنس ها میشه با مردم افغانستان بسیار با قیمت پایین. چطور از فروشات شما مردم ها میایین از چقدر دیدن میکنن و اینکه چقدر استقبال میکنن مردم افغانستانی جره؟ فروشات یعنی بعض یعنی جنس خوبه، بعض جنس یعنی خوبه نداره. یعنی شما شناخته چندان جنس به بازار خیلی فرق هست. بازار تقریبا اون کلیش تجربه هست میخواد یعنی ارزون جنس گرفتی فروش درسته فیاتی گرفتی. من یعنی چینی من به اینجا کمی فرق هست. من شناخته کدوم جنس از چین جنس معلومات کیفیت بالا چندان برنامه به تمام یعنی کیفیت یعنی کار میکنه. خود اینه نظر من افغانستان مردم به جنس کیفیت یعنی شناخت وقت نیاز هست. میگه فروشات خوب است، چندان جنسای با کیفیت آورده و یگانه کاری که مردم وقت ضرورت دارن که تا وقت پیدا شود که بفهمن که جنسای با کیفیت هم چین جور میکنه. خب مردم افغانستان قدر که شما مقتنع نیست. شما از وقتی که آمدین چطور ارزیابی میکنین کشور افغانستان، مردم افغانستان؟ فرق نداره. من به زیاد کشور یعنی سلامایی یعنی مثل تبلیغ مثل چاکل هست. تمام یعنی دنیا بعض نفر مردم خوبه، بعض نفر مردم خوبه نداره. یعنی نظر من مثل سلامایی به دولت لابری هست. اگر دولت به کلیش یعنی مثل قانون خوبش جلوشو سلامایی مشکل نداره. مثل افغانستان افغانی به اینجا سلامایی نظر من خیلی خوش هست. مثل نبی یعنی تمام یعنی پولدار به بیرون رفته. یعنی پولدار به اینجا سلامایی یعنی به مردم یعنی کار پیدا کو. نظر من اینجوری خوبه. به فابریکا جلوشو، به یعنی بازار جلوشو، به فروشگاه جلوشو. درسته افغانی به اینجا چه مشکلی؟ مشکل نداره. اهمیت الان یعنی خوبه. جنگی خلاص. اگر یعنی مثل به یعنی چی فابریکا جلوشو به مردم افغانی یعنی کار یعنی پیدا کو. اینجوری یعنی خوبه. مشکل نداره. اون دولت به اینجا هست. فامیل اینجا هست. یعنی خارجی به اینجا سلامایی کمی مشکلی هست. یعنی چی؟ یعنی اون فامیلی نیست، شنفی نیست، فامیلی دولت کلش نیست. این به یعنی دولت نیاز هست. اگر دولت شناخت خارجی چی نیاز هست، اگر خارجی به اینجا زندگی مشکلیه، کار مشکلیه، کی به اون کمک اون به یعنی کجا یعنی پیدا کو. این اگر انجام داده خارجی شاید نلافته، شاید یعنی آیسا زیاده به اینجا سلامایی تطور. باز فروشات به توانایی به دولت میگرفته است که اگر دولت بودجهش خوبش باشه خریداری‌ها زیادتر وقتا از طرف دولت میشه. اگر دولت خریداری نکنه ما برای دهقان سعی کنیم دهقان چی پیسه داره که بر ما بیاید و جنسای با کیفیت خریداری کنه. این زیادتر مردم ها برای سرمایه مهم فابریکه‌داری و دیگه چیزهایی است که این از طرف دولت حمایه میشه و اگر دولت حمایه‌گر نباشه هیچ کس نمیخواد یک جای سرمایه گذاری. بله امیر اکرم. با تشکر از آقایو که وقتتان در اختیار ما قرار گذاشتین و صدیقی صاحب همراه ما می باشه و صحبت ها را می داشته باشه، مسئولات هم به ما به معرفی میگیرن. تشکر زحمت تشکر.
په پښتو ژبه کې د دې فروشګاه ما ته معلومات راکړي. په دواړو سترګو دا چینل ټاون 128 کمپنیان نمایندګي لري. اقیو یعنی په ټوله نړۍ کې د چینل ټاون شته، خو په افغانستان کې اقیو جوړ کړی دی. یعنی 128 کمپنیان دلته نمایندګي لري. یوازې نمایندګي د دې موټر سایکل چې برقي موټر سایکلونه دي بل چا راوړی نه دی، اقیو راوړی دی. 3 ماډل لري، 3 سایز لري چې یو سایز چې دا دی دا په $950 باندې دی. یو هغه متوسط سایز دی چې $850 قیمت لري، او دا وړکی دی چې دی دا $650 نه وړکی. چینایان ټول هم دوی نه استفاده کوي. دی بې مصرفه دی او ډېره ښه یو برند دی افغانان لپاره. یک بار روشنش کنیم که چه قسم است؟ ما برات روشن میکنم. اوجا مکداندگام داره میرم برات روشن میکنم. دا هم دا اوس چالان دی. تخپل اون از موجه اکسلیتر بتی نشه. آواز ګوره آواز نه لري. هم دا اوس چالان دی، آواز نه لري. امپیر راځه وګوره وروره، ډېره ښه امپیر او چې ریز ورکوي ریزنګ درته معلوموي چې وروره تر کوم سرعت پورې دی فعالیت لري او چراغونه ډېرې ښه ښایسته او ریز هم دا دی. این هیچ صدا نداره. هم دا اوس چالان دی، سلنسر نه لري، دی ماشین نه لري، 15 بطرۍ او یو دانه موتور چې هغه هم ویل کې دی. نو 15 رقم قلپیږي، شترنګ نه قلپیږي، لایټ نه قلپیږي، ټایر نه قلپیږي او بله وروره د 15 رقم قلپ یوازې لري، یعنی څوک پټولی نسی. اونجا چند بایسکل است، اونا رو ببینیم دوستای عزیز. بسیار هم تو انتیک و رنگ بسیار خوشم آمد. یک بار اینام دوباره نام یک معلومات بدید. بایسکل های برند است معصومی صاحب، یا برند هستن، جنس های با کیفیت است، جنس های است که اینجا خب افغان ها همیشه از دو استفاده کردن. این نو است، یعنی به زودترین فرصت خراب نمیشه. از $500 گرفته تا $1000. $1000 است. $500 ایره قیمتش از $1000. قیمت از او $800 قیمت از یا پایینتر است. منتها بلندترینش $1000 است. در افغانستان $1000 موتر فروخته میشه و در آلن یک دانه بایسکل $40,000 هم است. و الان که یو بایسکل په $40,000 باندې هم خرڅیږي. او ورزش است همین بایسکل دواندن هم به آدم که از یک جای به یک جای دیگه میره، به صحت فایده داره و دیگه ای که آلودگی های محیطی را ایجاد نمیکنه. و اگر متوجه شده باشه آلن رئیس جمهورشون بایسکل هم میگیره و پشت سودا میره. آلن که رئیس جمهور خپل بایسکل نیسی وزی خپل سودا پسی. یعنی آلاندیان دونه بایسکل سر خوشحال است. اینکه قدر قیمت است، خصوصیت از چی است؟ جمپینای بسیار فوق العاده، بریک لایدری، بزودترین فرصت کونه نمیشه. یعنی چند و ارمونه شاید 20 سال 25 سال یا عمر کنه. 20 سال الی 25 سال یا عمر دارن. اگر یک آدم 20 سال یک بایسکل استفاده کنه دیگه دلش میزنه. یک بچه از 20 سالگی بخره تا 40 سالگی پیرش میسازه. اینجا وسایل برقی از دوستا، وسایل آشپزخانه است. می خانما هم دفعه اولم که خودم آمدم توجه من می وسایل خانه جمع کرد. اینی از سری منقل شروع میکنیم. اون موسمی اینی هم یک دانه منقل است که قیمتش $100 است که سال از شیشه کسی قدر فهمیده نمیتونه که این منقل باشه، مگه یک منقل است. منقلای زمین سابقه جرمنی رو خود دیده بودی؟ هیچ نوعی را همت یک منقل جور کردن که بسیار همت انتیک و زود پس. یک مسئله از این. و دوم اونمو جک کیتل است که ای در میز نصب می باشه و از یک طرف باید از تایم داده میشه، از طرف برقی سو تایم میتیشه خود از او برای کافی را جور میکنه. و کوره کباب برقی، کوره کباب برقی که در تمام جایا ضرورت میشه، خصوصا در بلند منزلایی که ما شما زندگی میکنیم. این بلند منزلا زغال و دود و ایگپان نمیشه، چرا که به خاطر سوختن بعض چیزا میشه، سوخت و سوز میشه. به خاطر از او باز از این کوره‌های کباب استفاده میکنن. و این یک دانه دیگه بخار برات بگویم که تایم میتیشه. این بسیار یک چیزا که انتیک است. $40 قیمتش است
و شما میبینین که بیرونش پلاستیک است و داخل از این عیناً کیتل واره اون منقل داره خودش. ایش اگر به ما بتین صدیق صاحب پیش بیا که ما برتیر از داخلش ایش بگیم. به خاطر چیه صدیق صاحب؟ دیگه که شور میتی اندازهش برنج اندازه برنج که برابر میساز آدم یک نواخ باشه که باز پخش بلند نمیمانن نه یا گوشت میخواین یا خلال میخواین که در بین برنج گد کنن باز امرای ازی فقط امرای ازی میشه دیگه یعنی اون موره دیگه چیزا رو ما شما کی میمانیم حتما یک چیز دیگه استفاده میکنیم خب مقصد از چودنی تایم میتیشه بازی در تایم دادن خود از اون یعنی خودش که وقتی که دیگ میفهمه که پخته شد باز خودش آف میکنه خودش گل میشه تو ماست نمیسوزنه و ایده اگر متوجه شده باشی قابلی رو شما دم میده به خاطر دم دادنش بازی میشه آدم یک صافی رو پرته که صافی در خود برنج تچ نکنه این یک مسافه است دغه یو لایت دی چې جاده په سر کار کیږي پاس سولر لري او لاندې چراغونه د سنسردار دی چې څو وخت ماښام شي د خپل چالانیږي او چې څو وخت سهار شي بیرته د خپل خاموشیږي او نور دغه یو بل دستم لري چې ته ولګي د مونږ نه اخسته دی ټانګ ټیل کې ډیر ښه ورنه هغه دی خوشحال می‌بینین اینجا وسایل خانه وسایل برقی زیاد است یعنی هر آن چیزی که شما بخواین به یک آشپزخانه ضرورت باشه اینجا است خب ما میریم آلیجا یک رکشا را دیدیم درباره از یک کم بگین صدیقی صاحب که این چه قسم یک رکشا است چه خصوصیات این یک رکشای برقی است که بسیار امتون مقبول ساخته شده 4 دروازه داره از پشت سر امبولانس است اشترنگ بسیار مقبول سویچ بورد بسیار مقبول برف باگ او پرانک توکر بسیار خوبش محافظه که نخوره چراغای بسیار مقبول آینه عقب بسیار مقبول جنگله بسیار مقبول 2 تب داره شیشهایشان پایین میشه از پشت سر امبولانس است و برقی است در یک چارچ خود که 4 ساعت چارچ و 100 الی 70 الی 100 کیلومتر جای منزل میکنه با پلیت جوارسیل ضرورت نداره نام خدای رنگ گلاست اینا به خاطر چیز به خاطر مردم همیشه گلا همیشه گلای مصنوعی است و گلای مصنوعی است که شما میبینین که از اصلی شما با یک لمس کنین احساس از این نمیکنین که این تقلبی باشه چون که این بیخی شکل اصلی را داره به او خاطر میتونین شما ببینین که این با واقعیت شکل اصلی را داره یا نه شما ببینین برگش گلش اتامو بخملیش هم اتامو خارایش هم معلوم دار است که این یک گل طبیعی واره است همیشه گل برای استقبالی است که استقبالیت جور میکنن و کسایی که یگان جای زینت میتن جور میکنن میان از اینجا خریداری میکنن گلای ما مختلف گلای خیلی مختلف داریم خب آقای صدیقی در چین خوب میگن که چای زیاد است و رقم چای هاست مردمشم یعنی چاهایش بسیار خوبش است میگن چای چینایی نام داره یک بار ببینیم چایش چه رقم است درباره چای و معلومات اینجا داره شما بانو زینب بیاین که ما براتون چای‌ها را نشان بدم که یکی خو کلچه که یا خو هر روز دارد روز موی کم کردن روز کدو خوردن روز کلچه خوردن هر کدامش یک روز داره یک روز چند روز پیش یو ورځ لري د کدو ورځ او د کلچې ورځ هم یو ورځ لري بانو زینب ویل چې چین کې چای ډېر خلک صفت کوي چې وروره څه رقم چایان لري او موږ خو تر $100 $200 پورې چای لرو خو بیبي زینب ویل چې د تاسو چایونه چې دی ډېر با کیفیت او هغه دی دغه چای چې دی دغه موږ سره دی چې دا په $100 باندې دی او رښتیا هم چې کیفیت ډېره عالی دی چې موږ درته دمې کو بیا به ووایو چې هر وخت بیبي زینب به راشي ووایي چې وروره همغه چای راته دم کړ چې هغه ځل موږ خوړلی و قیمتی ترین چایتان کدام است؟ همین $100-200 ما داریم $100-200 داریم از او به بالا نیست برای فعلا و شاید که داشتان باشیم خب اواره باز فروخته شده قیمتی هم بوده فروخته شده یا
یا با قیمت هاست قیمتی هم بوده فروخته شده و میتونن که ببینن باز چیزای. خب اینا چی است؟ من یک چند مدت اینا رو در سوشال میدیا هم دیده بودم. یعنی چینایی چی فکر کنی چی است؟ کلاه موتورسیکل است؟ اما تو معلوم میشه ولی بسیار خوبش است. ببینید دوستان. نه کلاه موتورسیکل است چی است؟ نه شکلش همون رقم است. ببینید شکلش ببینید کلاه. یک چلو صافک است که ما شما سابق چلو صافای ارمنی داشتیم که استفاده میکنیم. چینایی خود 2 نفر میباشن، همیشه 2 نفر الی 3 نفر. فامیلای ما شما نام خدا ماشاءالله که 20 نفر 15 نفر از 10 نفر خود در یک فامیل کم زندگی نمیکنیم. کنیم ما پشت دگاه خود با دق میشیم میگیم چرا او رفتن. یا همیشه چینایی‌ها و کاکا و ماما و خاله تراز یافتر داشته نمیباشن و این بر 2 نفر است. مثال یک آلو بالو را یا توتا میشوی آدم میشوی اوش خالی میکنی خودش فلتر میکنه. اگر این طرف تا میشه هم فلتر میکنه و برنج اگر صاف کنی ماش لوبیا میتونی بشی و اوش تا شوه و اگر فکرت باشه بعض وقتا آدم یک مشقاب میوره میاری تا که میمونی سعی میکنی که زیر مشقاب وقت خالی نتر کرده او میوه پست شده. میوه که مکرونی رو بخواین صاف کنیم بسیار میشه. بسیار راحت. خرد کلان هم داره 2 سایز 2 رنگ داره. چراغای چارچی داریم که میتونین سیار از پیش استفاده کنین. دگان سایه سبز دالیز باز جای دیگه از 1.5 ساعت گرفته الی 500. اینا هم دیگه باز چقدر دی چارج خود نگاه میکنه؟ 3 ساعت 3 ساعت چارج خود نگاه میکنه و یک جنسیت با کیفیت است که با افغانستان که آورده شده که یک جنس با کیفیت. و این بیا که ما برات یک 3 ساکته را بگویم. دفعه یک 3 ساکته قیمت $24 است. $30 قیمت لري. دا بخاری لپاره او جوشی لپاره کوم شان چې 3 ساکته سوځي بخاری ته ولګي د دې پس هوا یخ کیږي ژمي راځي د دې 3 ساکته استفاده وکړي. د له خاطر چې دا ډیره با کیفیت د زر نسوځيږي او ګرم ناراضي. چقدر خوب مهمه گرم نشه. گرم نمیاد. دیگه اینجا یکی خوردنی چطور اینجا موجود می باشد؟ خوردنی یگان چیز کار داریم درباره امی چای لاغری باز کسا استفاده میکنن. چای لاغری که خیلی چی میگن شکل چوبه چوبه داره مگم چای است. میبینین که چای است. و خوردنی گفتی خوردنیاشون بانو زینب معصومی بفرمایید که ما براتون یگان چیزا که بگویم. چون خوب یک چیزی که اگر بگویی که چوب ارچه در بخاری که آدم میسوختن اون یک چوب است مگر متاسفانه که آش است. آش است. خب اینی هم چای دیگه قسم چای است که چای سفری میگن ایره که نریزه تیت نشه بسته است پلاستیک واره. یا فکر کنم ماش است. این میام یک نوع خوردنیشان است یا خوزیاتر چیزا رو هم تو چوب واره جور میکنن باز پرسان دم بتیشه باز یک چیز جور میشه بسیار خوبش. خیلی پلاستیک واره است. اما نیست. یام یک نوع چایشان است. ببخشید آش است. آش است. ما دست که فکرم در چای رفتم اما تو دیگه ماندیم در اون چایا. یک نوع آش است که آشای از یا تقریبا یک آش فکر کنم یا 560 نوع غذا دارن. 560 نوع غذا. اما تو که در افغانستان به پلاو به قورمه آدم نان نمیخوره، در پاکستان به دال نمیخوره و در چین به آش نمیخوره. اما جای بیادر گل حتما کتی خود یک چیز داره. ام دست دیگه نه تو روزه چه یو مملکت همیشه مونږ چې شروانی او پلاونی زمونږ میلمستیانې کیږي دوی چې دی دوی چې آش ور سره نه کنه غوښه هم سره آش دی لوبیا هم سره آش دی هر شی سره آش دی. پاکستان سره وروره چې چکن انډی درته وای بیا ور سره دال ګټي چې وروره شروای راوړي درته هم ور سره دال ګټي. د چین آش مګي یا فامامي ورته وایي هغه به او د پاکستان دال به زمونږ تاسو یا به خروای یا به پلاوی. اینا یک روغنکای است که یا بعض چیزایی که پخته میکنن باز از این روغنا استفاده میکنن. اینی هم نمک چینایی است و این همون تار گودی پران که گان دفعه آدم تار میگیره گودی پران در گودی پران بازی کرده باشی کلاوه میکنی این آش است. این آش است. کلاوه فکس کلاوه تار میتونه که از نزدیک خوب سعی کنی
یگان تاراری که میگرفتیم در طفلیت گودی پران بازی رو میدیدی که تار کلاوه میکنیم. فقط کلاوه کردگی تار است خودش در حالی که یک نوع آش است. شما عکسش میتونید ببینین که آش است. نقل چینایی. نقل چینایی به خاطر از این گفتم اینه که شما میبینین که دی بعد چیزا گرد است که تلخان ما شما واره یا نقل ما شما واره و ایره شما میتونین که ببینین که این یک خوردنی چینایی است که یا تلخان بگویم میتونی بخوری بردی باز بود چای از این خوردیم تا همش فقط تیار می تلخان ما شما کس اینی میپسم باش که یک چیزا که دیگر بر زینب ماسومی اینه تیار گلشالی در حالی که این از تخم جور میشه. یک نوع خوردنی است که از تخم جور میشه. یعنی ذائقه‌ش هم بسیار خوش ذائقه داره، از تخم جور میشه و کیفیتش بسیار خوبش است. شما میتونید که مشاهده کنین سابق یگان گلشالی و چیزا را که جور میکنیم اونمو قسم میخوردیم. حالا فکس اونمو یک چیز است و خود از این اصلی از تخم جور شده. خب دوستای عزیز اینجا خب ماشاءالله محصولات هر نوع چیزی که بخواین خب خیلی زیاد است و وقت برنامه ما هم کم است که نمیشه کلش در یک برنامه نشان بدیم. چیزایی را به طور نمونه براتون نشان دادیم و تشکر از صدیقی صاحب که تا حالا ما را همراهی کردن. دیگه صدیقی صاحب اگر چیز پیام داشته باشین به بیننده های عزیز ما به هموطنای ما کمری ما در خدمت شما. قربانتان از این که آمدین وقت گرانبهایتان اینجا ضایع کردین به خاطر چیناتاون نشان دادنش. هر دوست ما که علاقمند باشه از این که بیان و از چیناتاون دیدن کنن و جنسای با کیفیت چینایی را خریداری کنن میتونن چیناتاون بیان، کابل، شهر نو، پالی امتین، کلاک تاور، شهر نو به نام چیناتاون. هر جنسی را که علاقمندش باشن جنسای با کیفیت چینایی در چیناتاون موجود می باشه. سوک چه غواړي چیناتاون ته راشي دلته مونږ د امتین ګاونډي یو کلاک تاور په نامه چیناتاون او څوک چې غواړي چې د اصلي با کیفیت جنسونه د چینایی جنسونه چیناتاون خریداری وکړي بیا چیناتاون ته راشي. کور آمدان. خیر اوسید. سلامت باشین صدیقی صاحب. بسیار زنده باشین. تشکر از وقتی که به ما دادین. زنده باشین. بخیر باشین. از حضور شما مرخص میشیم دیگه. دوستای عزیز این هم بود گزارش امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. شما میتونین بیاین از دیدن کنین. محصولات خیلی با کیفیت و خوبش است. دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا حافظ. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.